با طلوع عطر ماهی رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماهی تسکین دل است، ماهی صیام، گر ز دل باشد تراویح قیام. ماهی مهمانیست، مهمانی خدا، شده اید دعوت به مهمانی بیا. بنشین بر سفره خوان خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. با طلوع عطر ماهی رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماهی صیام، گر ز دل باشد تراویح قیام. روز درمان است بر هر جسم و جان، می شود بارون ز جسمت پرتوان. هم شود بارون ز صبر تو زیان، چون بیاری مستمندان را بیار. با طلوع عطر ماهی رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماهی تسکین دل است، ماهی صیام، گر ز دل باشد تراویح قیام. روزداری حکم شرع سنت است، جز بی رکنی دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. روزداری حکم شرع سنت است، جز بی رکنی دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماهی رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماهی صیام، گر ز دل باشد تراویح قیام.